توییتر این روزا صحرای محشر شده، دست همه روه. واقعا اتفاقی که افتاده اونقدر تاریخی و قانع کننده است که اگه کسی بازم نفهمه، یعنی خودش واقعا نمیخواد بفهمه. شبکه ایکس 3 تا از مشخصات صاحب اکانت رو نشون میده. یکی اینکه از چه دستگاهی استفاده میکنه، دوم که مکانش کجاست، سوم که از وی پی ان استفاده میکنه یا نه. یعنی اگه ایران سیم کارتش معمولیه یا سیم کارت سفیده از این حکومتی ها. تقریبا 99% اکانت های سلطنت طلب، کسانی که کمپین گذار و لیدر بودن تو این سالها، لوکیشنشون ایران در اومده. همونایی که می نوشتن جاوید شاه، مرگ بر سفاسد. یکیشون همون اول که هنوز از ضربه گیج بود نوشته بود دیدین همه طرفداران پادشاهی ایرانن. خب اگه تو ایرانی که باید وی پی ان استفاده می‌کردی. اول بگو سیم کارت سفید از کجا آوردی؟ آقای گارد جاویدان. الان اگه شبکه‌های اجتماعی رو منهای لوکیشن‌های ایرانی و سیم کارت‌های سفید بکنی، دیگه هیچی از حامیان بچه شاه نمیمونه. طرف فحش رکیک میده به دین و مذهب، من آتئیستم، لوکیشن ایران. یکیشون گفته بود که ما از اول گفته بودیم که این فحاشی‌ها ربطی به پادشاه ما نداره، اینا سایبری هستن. عجب. بابا شما تا دیروز زیر پرچم اینا سینه می‌زدین، اینا لیدراتون بودن. از قدیم میگن العاقل اشاره، منتها این دیگه اشاره نیست. کم مونده خدا بیاد پایین وحی کنه، نمیدونم بیلبورد بزنه بگه بابا جمع کنید دیگه، این سلطنتی ها سفاهی ان. یکی نیست به رضا پهلوی بگه چیکار کردی که از قرارگاه عمار با سیم کارت سفید دارن تو رو ریتوییت میکنن. دوم این که چرا سایبری یه بار برای مجاهدین تبلیغ نمیکنه؟ یک نمونه تو این داستان پیدا نشد. گفتمان مجاهدین چیه که سایبری قرارگاه عمار حتی جرأت نداره اداشون رو در بیاره؟ بنازم به این رادیکالیسم.